پارس، پرسپولیس، تخت جمشید، کاخی نشسته بر دشت‌های پارس، بر دامنه‌های کوه رحمت، نماد اقتدار پادشاهی هخامنشیان، به هنگامی که داریوش بزرگ مرزهای ایران زمین را به 4 سوی جهان گسترانیده بود. اینک اما از آن شکوه نخستین همین بازمانده است، ویرانه‌ای و فرسوده‌ای، بی سقف و دیوار و بارو. آنچه بازمانده ولی همواره توجه کسانی را به خود جلب کرده او می کند که بازخوانان تاریخ انسان و تاریخ تمدنند، باستان شناسان. و این فیلم داستان پژوهش‌های باستان شناسی است در تخت جمشید. کهن‌ترین توصیف تخت جمشید در زبان فارسی را میتوان در ترجمه تفسیر طبری نوشته شده در زمان سلطنت منصور ابن نوح سامانی در قرن 4 هجری جستجو کرد. بعد از آن در قرن 6 هجری در کتاب فارسنامه ابن بلخی به نام تخت جمشید برمیخوریم. و چون پادشاهی جهان به جمشید رسید، آن را به شهری کرد و این دکه 4 سوست، 1 جانب در کوه پیوسته و 3 جانب در صحراست. بر سر آن دکه ستونها از سنگ خاراگ سپید به خرد کرده. در قرن 12 میلادی مسافران و جهانگردان خارجی حضور تخت جمشید را در نوشته‌های خود گزارش کردند. اما از این نویسندگان و گزارشگران کسی نمی‌دانسته این بنا چیست و از کدامین دوره و چه فرمانروایی بازمانده است. نخستین کسی که به هویت تخت جمشید پی برد، یک اسپانیایی به نام دون گارسیا فیگروا بود. او در سال 1614 میلادی به تخت جمشید رفت و متوجه شد که این بنا همان پرسپولیسی است که متون یونانی به آن اشاره کردند. فیگروا در یادداشت‌هایش به قطعات شکسته و پراکنده سنگ‌ها و نقش برجسته‌ها در جای جای آپادانا اشاره می‌کند. بعد از فیگروا جهانگردانی که به تخت جمشید می‌آیند و این آثار را می‌بینند، تنها با تکیه بر آنچه می‌بینند و یا از مردم محلی می‌شنوند و حدس می‌زنند، گزارش‌هایی از این بنا به صورت نوشته، طراحی و نقاشی تهیه می‌کنند. در این میان آنچه بر اسرارآمیز بودن این تختگاه می‌افزود، یکی هم خطوط میخی کتیبه ها بودند، معمایی ناگشوده بازمانده از قرن‌های دیرین. نخستین گام در جهت حل معمای خط میخی اما توسط یک ایتالیایی برداشته شد. پیترو دل واله ایتالیایی در سالهای آغازین سده 17 میلادی چند کتیبه تخت جمشید را نسخه برداری می‌کند و با خود به اروپا می‌برد تا نخستین مطالعات بر روی این سنگ نوشته‌ها آغاز شود. به نظر می‌رسد این تصویر اولین طرحی است که توسط دلند فرانسوی در قرن 17 میلادی از تخت جمشید کشیده شده. بعد از آن شاردن و کمفر طرح‌های دقیق‌تر از تخت جمشید تهیه کردند، طرح‌هایی که آگاهی‌های بیشتری درباره این بنای تاریخی ارائه دادند، چندان که جهانگردان را به شناخت این سازه تاریخی علاقه‌مندتر کرد. در اوایل قرن 18 میلادی گذر یک نقاش و جهانگرد هلندی به تخت جمشید افتاد، کورنلیوس دوبروین. مهمترین کار او در مواجهه با تخت جمشید این بود که نقشی را از اینجا در پلکان شمالی آپادانا از میان نقوش هدیه آورندگان به سرقت ببرد. دوبروین در نوشته‌هایش مدعی شده که می‌خواسته به منتقدانش ثابت کند که به کجا رفته و چه دیده است.
با فاصله‌ای از دوران صفویه در قرن 18 میلادی، کارستن نیبور، جهانگرد آلمانی، از دیگر اروپاییانی بود که در عهد کریم خان زند به تخت جمشید می رود و طرح‌هایی از نقوش تخت جمشید و خطوط میخی کتیبه ها تهیه می کند. تمامی این طرح‌های فراهم شده در سده‌های 17 و 18 مجموعه‌ای تأمل برانگیز از تخت جمشید به دست می‌دهد. با این حال تا قرن 19 هنوز معمای بزرگ حل نشده بود: خط میخی سنگ نوشته‌های این کاخ، خطوطی که بیانگر اسرار مبهم این بنای دیرپا بودند. رازگشای این معما سر هنری راولینسون بود، رازی که از پس قرون حقایق دقیق و بسیاری را روشن ساخت. راولینسون سیاستمدار و شرقشناس بریتانیایی بود که در میانه قرن 19 به عهد ناصرالدین شاه قاجار در ایران اقامت داشت. از پی پژوهش‌ها و مطالعات مستمر وی توانست راز خطوط میخی تخت جمشید را بگشاید. با مطالعه خطوط میخی دانسته شد که چه کسانی کاخهای تخت جمشید را در چه زمانی ساختند. نام کاخها از پس نوشته‌های باستانی آشکار شد. اما پیشتر از آنکه راولینسون پا به ایران بگذارد، کاوش به نوعی غیر محققانه در تخت جمشید آغاز شده بود. جیمز موریه، نویسنده کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، در زمان فتح علی شاه قاجار به تخت جمشید رفت. او در سال 1808 میلادی برای یافتن اشیاء باستانی کاوش در تخت جمشید را آغاز کرد. اما سودای او پژوهشی باستان شناسانه نبود. موریه گنج می جست. کاوش‌های او تنها برای سرقت اشیاء و برای بردن به انگلستان انجام شد. یکی از قطعاتی که موریه خرد کرد و برد اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می شود. اما کند و کاو موریه بنا به اتفاق سبب یافتن بخشی مدفون در تخت جمشید نیز شد. به واسطه کار او نقش‌های سالم در پلکان شمالی کاخ آپادانا پدیدار شدند. وی همچنین به شکل خاص آبراه‌های زیرزمینی تخت جمشید را جستجو کرد و به کاوش در آرامگاه اردشیر سوم هخامنشی پرداخت. از دیگر اروپاییانی که در میانه قرن 19 به ایران آمدند، فلاندن و کوست، دو مهندس و نقاش فرانسوی بودند. آنها نیز از آثار باستانی ایران از جمله تخت جمشید طرح‌هایی تهیه کردند. این طرح از کاخ تچر حاصل کار زن و شوهری فرانسوی است که در 2 دهه منتهی به پایان قرن 19 به ایران سفر کرده بودند. ژان دیالافوا و همسرش مارسل دیالافوا 2 مهندس و باستانشناس فرانسوی بودند که به شکلی مشخص به فعالیت در شوش تمرکز داشتند. اما پیش از آن که کارشان را در شوش آغاز کنند، از تخت جمشید بازدید کردند. شاید بخت یار تخت جمشید بود که از چنگال حواری آنها در امان بماند. طرح‌های بازمانده از قرون قبل تنها به قلم جهانگردان و کاوشگران اروپایی نبود. این طرحی است از یک جهانگرد هندی به نام کیاش، ترسیم شده در سالهای پایانی قرن 19. طرحی از دروازه ملل. این تصاویر طرح‌های بازسازی شده از تخت جمشید حاصل کار شارل شیپیه، معمار و باستانشناس فرانسوی است. طی دورانی که از صفویه تا قاجاریه به درازا کشید، تهیه طرح‌ها و نقاشی‌های متنوع از طرف مسافران و بازدید کنندگان باعث رونق و شهرت تخت جمشید در داخل و خارج ایران شد. اما آغاز دوره جدیدی از فناوری با پدیداری دوربین عکاسی به ثبت دقیق‌تر تخت جمشید و البته به شهرت جهانیان کمک بیشتری کرد. « 172 سال پیش از این بود که ناصرالدین شاه قاجار به حکومت رسید. حکومتی که بنا به دلایل گوناگون از اهمیت خاصی برخوردار است. دوران فرمانروایی 4مین سلطان قجر سرآغاز برخی جلوه‌های نوین بود.
یکی نیز عکاسی. علاقه او به این پدیده جدید باعث ثبت تصاویر مستند بسیاری از ایران دوره او شد. در این میان تخت جمشید نیز بارها در برابر لنز دوربین عکاسان قرار گرفت، توفیقی که تاریخ حتما قدردان آن است. به عهد ناصری افسر ایتالیایی لویجی پشه، سلطان اویس میرزا، خان بابا الحسینی و میرزا حسن عکاسباشی از عکاسان تخت جمشید بودند. همچنان که آنتوان سفریوگین، عکاس گرجی ارمنی نیز آلبومی ویژه از عکس‌های تخت جمشید برای شاه قاجار تهیه کرد که از اسناد قابل تأمل این دوران برشمرده می شود. از سوی این شاه قاجار به آثار باستانی و داد و ستد و ارزشگذاری آنها نیز علاقه نشان می‌داد. پس قابل فهم است که تخت جمشید مورد توجه او و درباریانش قرار بگیرد. از دیگر سو فرهاد میرزا که بیشتر با لقب معتمدالدوله شناساست، در زمان ناصرالدین شاه حاکم فارس بود. او به آثار باستانی تخت جمشید علاقمند شد و در تالار صدستون در جستجوی اشیاء باستانی کند و کاو بسیار کرد. امروزه ما می‌دانیم که آثاری پیدا کرده است، اما فهرستی از یافته‌ها و سرنوشت آنها در دست نیست. یادگار علاقه او بر گوشه‌ای از کاخ تچر، سنگ نگاره‌ای از معتمدالدوله. حضرت شاهزاده معتمدالدوله فرهاد میرزا ابن ولیعهد الاعظم عباس میرزا ابن فتح علی شاه. در زمان قاجار تخت جمشید محل تفریح، چادرزنی، تیراندازی و البته کند و کاو می شود. فرصت الدوله شیرازی در کتاب آثار عجم نیز به تخت جمشید و کاوش‌های معتمدالدوله اشاره می کند. فرصت الدوله شیرازی نویسنده کتاب آثار عجم اولین ایرانی دلسوزی است که می‌کوشد با دانسته‌های محدودش در زمان خود گزارش و نقشه‌ای از تخت جمشید بنویسد و ترسیم کند. وی نگارش خط میخی را می‌آموزد و شروع به نقشه برداری از تخت جمشید می‌کند. نام پادشاهانی را که بنیانگذار کاخ‌ها بودند می‌نویسد و نقشه کاخ‌ها را از یکدیگر تفکیک می‌کند. ترسیم نقشه تخت جمشید با این توجه که فرصت، وسیله و ابزار لازم را در اختیار نداشته، دارای ارزش و اهمیت خاصی می شود. او بخشی از نقوش هدیه آورندگان را طراحی می کند و به رسم روزگار خود بر تن همه نقوش لباس قجری می پوشاند. فرصت الدوله از آبراه‌های تخت جمشید نیز بازدید می کند و اوست که متوجه می شود این کانال ها مسیر هدایت آب بودند. در سال 1304 رضاخان میرپنج از پس انقراض خاندان قاجار پادشاه ایران می شود. او برای ایجاد همبستگی ملی شیوهی خاص در پیش می گیرد: توجه به گذشته باستانی ایران. در ادامه انحصار فعالیت‌های باستانشناسی فرانسویان در ایران که به دستور دولت‌های پیشین قاجاری واگذار شده بود لغو و شرایط برای مطالعات باستانشناسی مهیا شد. طی سالهای آغازین حکومت جدید با ایجاد تفکر باستانگرایی و حس ناسیونالیسم در جامعه و دولت، توجه مردم و حکومتیان به اثری همچون تخت جمشید نیز جلب شد. حالا آنها می‌خواستند که از این بنای باستانی بیشتر بدانند. ارنست هرتزفلد، باستانشناس آلمانی. او اولین بار در سال 1284 خورشیدی در سفری زمینی از غرب وارد ایران شد. هرتزفلد از کوهساران زاگرس گذشت و اقدام به شناسایی راه‌ها کرد. او نقشه‌ای 10,000 کیلومتری از راه‌های زاگرس فراهم آورد که برای شناسایی عشایر و اقوام زاگرس
و نیز گسترش سیاست‌های دولت آلمان در جنگ اول جهانی مورد استفاده قرار گرفت. پاسارگاد. سال 1307 خورشیدی شناسایی محوطه باستانی پاسارگاد آغاز می شود. هرتزفلد نخستین باستان شناسی است که این منطقه را کاوش می کند. زمان کاوش او کوتاه است، اما نتایج کاوش ها تأییدی است بر نخستین پایتخت هخامنشیان. هویت آرامگاه کوروش نیز از نظر باستان شناسی به تأیید می رسد و محوطه با دقت مستندنگاری و نقشه برداری می شود. هرتزفلد پس از کاوش در پاسارگاد مذاکره برای کاوش باستانشناسی در تخت جمشید را آغاز می کند. او با دقت از تخت جمشید عکاسی کرد و گزارشی از آثار آن نوشت. به واسطه همین گزارش و برنامه‌ای که برای کار خود می دهد موفق می شود مجوز کاوش در تخت جمشید را به دست بیاورد. گزارش اطلال تخت جمشید شاید اولین پیشنهاد قبل از کاوش در تاریخ باستانشناسی ایران باشد. در این گزارش هرتزفلد با عکس و شرح دقیق بناها و اسامی کاخها و موقعیتها تخت جمشید را مستندنگاری کرده بود. به واسطه این گزارش تلاشی 3 ساله آغاز شد تا بودجه و مجوزهای لازم برای کاوش تخت جمشید به دست بیاید. در سال 1307 خورشیدی دولت آلمان اعلام کرد که قادر به پرداخت این هزینه‌ها نیست. بنابراین هرتزفلد جیمز هنری بریستد رئیس مؤسسه شرقشناسی دانشگاه شیکاگو را برای تأمین هزینه‌های کاوش باستانشناسی تخت جمشید قانع می‌کند. در آن مقطع برآورد هزینه‌های کاوش برای هر سال $20,000 بود. پیامد این وضعیت جدید دولت ایران مجوز کاوش را در سال 1309 صادر کرد. برنامه کاوش به این قرار بود: پاک کردن فضای تخت جمشید از بقایای آثار باقی مانده، فراهم کردن ابزار برای نگهداری از بناها و بازسازی قطعه‌های پراکنده، بازسازی و نوسازی بناهای کوچک متعلق به دوره داریوش شاه و بازسازی و پاکسازی راه‌های آب. در سال 1309 مطالعات باستانشناسی تخت جمشید یک حامی مالی جدید نیز می‌یابد. جان راکفلر سرمایه‌دار آمریکایی حاضر می‌شود تا مبلغ $9 میلیون برای کاوش‌های باستانشناسی مصر و ایران به مؤسسه شرقشناسی دانشگاه شیکاگو بپردازد. گفتنی است که بخش دیگری از هزینه‌های کاوش در تخت جمشید را این خانم به نام ادامور تأمین می‌کند. این فیلم در سال 1309 گرفته شده است، درست پیش از آغاز کاوش‌های باستانشناسی. سرانجام اولین فصل کاوش تخت جمشید در سال 1310 خورشیدی شروع شد. این نخستین بار بود که یک کاوش باستانشناسی علمی در ایران انجام می گرفت. کاوش تخت جمشید با گستردگی بسیاری آغاز شد. حضور پرتعداد کارگران وسعت کاوش را نشان می دهد. هزاران کارگر طی یک دوره در این مکان بیوقفه کار می کردند. ابتدا بنایی که به کاخ زنان مشهور است پاکسازی شد. مهندس کرفتر نیز به عنوان معاون هیئت باستانشناسی در سال 1311 این بنا را بازسازی کرد. اینجا در ابتدا مکان اسکان و کار هیئت باستانشناسی بود.
و اینک موزه تخت جمشید است. در سال 1313 روسی‌ها برای تهیه فیلمی مستند با نام سرزمین شیر و خورشید به ایران آمدند. این تصاویر مربوط به زمانی است که کاوش در تخت جمشید آغاز شده بود، اما هنوز بخش‌های عمده‌ای از بنا حفاری نشده است. این فیلم برداری در زمانی انجام گرفته که کار کاوش باستانشناسی تعطیل است. کاخ سه دروازه یا کاخ شورا. این قصر هخامنشی به نام کاخ مرکزی هم شناخته می شود. وقتی که کاوشگران ویرانه‌های این کاخ را خاک برداری می کردند، در ضلع شمالیان به بخش‌های از یک پلکان دوسوگه رسیدند، بخشی که به کاخ آپادانا ارتباط پیدا می کرد. در عکس‌های پیش از کاوش هیچ نشانی از پلکان در ضلع شرقی کاخ آپادانا دیده نمی شد. اما ادامه خاکبرداری در مسیر شمال کاخ شورا این پلکان عظیم را مشخص کرد. سربازان گارد جاویدان یک به یک از خاک برمیخیزند. هدیه آورندگان ملت‌های تابعی شاهنشاهی هخامنشی آشکار می‌شوند و نقوشی پیدا می‌شود که حکایت از مراسمی پرتجمل و پرشکوه در 2500 سال پیش داشت. باستانشناسان به کشفی ارزشمند دست یافته بودند. بخشی از تاریخ هخامنشی پیدا شده بود. در این تصویر جیمز هنری بریستد و ارنست هرتزفلد را می‌بینید که درباره نقوش و تزئینات پلکان شرقی آپادانا گفتگو می‌کنند. سال 1311 است که اداره کل عتیقات به محمد تقی مصطفوی حکم می‌دهد که برای نظارت بر کاوش‌های تخت جمشید به شیراز سفر کند. در همین سال هرتزفلد دروازه ملل را می‌کاود و طرحی دقیق از این دروازه تهیه می‌کند. بعد از آن نیز کاوش در تالار شورا یا کاخ سه دروازه را تکمیل می‌کند. گروه باستانشناسی پس از آن کاخ 100 ستون را هم کاوش می کنند، اما حجم آوار و خاک به اندازه است که از تخلیه کامل آن صرف نظر می شود. پس از آن نیز تپه جی که مرتفع ترین بخش تخت جمشید است را بررسی و کاوش می کنند. در پایان سال 1311 پلکان غربی و پلکان شرقی کاخ خشایارشا که امروز با نام حدیث شناخته می شود مورد کاوش قرار می گیرد. فردریش کرفتر، مهندس معمار، اهل برلین، معاون هرتزفلد. باستانشناسی زیرک و باهوش، نقاشی خوش سلیقه و هنرمند، عکاس و یک طراح زبردست.
کرفتر طرح‌های بی‌نظیر و دقیق از تخت جمشید می‌کشد. او به واسطه محاسبه و طراحی دقیق هر کدام از کاخ‌ها را همانند زمان داریوش، خشایارشا و اردشیر ترسیم کرد. طرح‌های بازسازی کرفتر بعدها مبنایی شد برای ساخت فیلم‌های انیمیشن و ماکت از تخت جمشید. هرتزفلد نیز با دقت بناها را مستندنگاری و نقشه برداری کرد. اینها نمونه‌هایی از طرح‌ها و مستندنگاری‌های هرتزفلد است. نقشه‌ای از کاخ زنان که امروز با عنوان حرمسرا شناخته می‌شود. طرح پلکان ورودی به دروازه خشایارشا یا دروازه ملل. نشان اهورامزدا. نقشه کاخ تچر و یادداشت‌ها و نوشته‌های روزانه او از یافته‌ها و بررسی‌های علمی. شهریور ماه سال 1312 خورشیدی است. اعتبار کاوش تمام شده. پول نیست و کارگران بیکارند. هرتزفلد برای مرخصی به آلمان می‌رود. مهندس کرفتر پیش از آن به هرتزفلد گفته بود بهتر است گوشه‌های کاخ آپادانا کاوش شود و هرتزفلد به حرفای او توجه نکرده بود. بنابراین در غیاب رئیس هیئت باستانشناسی خود دست به کار می شود. او درست این نقطه را حفر می کند: گوشه شمال شرقی آپادانا. محمد تقی مصطفوی ناظر عینی واقعه است. آنها در عمق زمین به صندوقی سنگی می رسند. وقتی صندوق را باز می کنند لوحی از طلا با عیار بالا پیدا می کنند. همانند همان لوح نیز از جنس نقره در زیر لوح طلا قرار گرفته بود. در زیر الواح سکه های طلا و نقره لودیایی ریخته بودند. آنها در گوشه مقابل در ضلع جنوب شرقی همانند همان الواح و سکه ها را می‌یابند، اما دو گوشه دیگر کاخ تخریب شده بود و اثری از صندوق های سنگی دیده نشد. اکنون الواح زرین و سیمین داریوش در موزه ایران باستان نگهداری می شوند. بر روی این لوح حدود جغرافیایی ایران نوشته شده است. داریوش بر این لوح خود و خاندانش را معرفی می کند و ملت‌های تحت سیطره‌اش را با سرزمین‌هایشان نام می برد. این لوح سند ایران آن روزگار است. گویی داریوش شاه با زیرکی این سند را در پی کاخ آپادانا همانند معمایی مخفی کرده بود تا پس از 2500 سال زیرکی دیگر چون کرفتر باستانشناس پرده از راز آن بردارد. خبر پیدا شدن این الواح در اخبار جهان باستانشناسی پیچید و تیتر روزنامه ها شد. شگفتان که در اواسط دهه 70 خورشیدی یکی از این الواح در موزه ایران باستان مفقود شد. اینجا باروی شمال شرقی تخت جمشید است. در سالهای 1312 و 13 وقتی که خاکهای حیات کاخهای آپادانا و صدستون را از اینجا بیرون می بردند، در میان یکی از این اتاقها 30,000 لوح و قطعه لوح گلی را یافتند. این الواح بایگانی راکد کتابخانه و اسناد تخت جمشید در زمان داریوش بود. متن این تابلت ها درباره دریافت ها و پرداخت های کارگران تخت جمشید است. از طریق مطالعه این متون به روابط اداری و شیوه اداری امور در دولت هخامنشی پی میبریم. هرتزفلد پیشنهاد میدهد که الواح برای مطالعه و بررسی به دانشگاه شیکاگو منتقل شوند. سال 1314 مجوز خروج این اسناد صادر می شود تا در 54 صندوق از طریق بندر بوشهر به آمریکا فرستاده شوند. پس از چند سال
تعدادی از الواح را به موزه ایران باستان باز می‌گردانند، اما هنوز بخش عمده الواح نزد دانشگاه شیکاگو است. امانتی که البته برای مدتی طولانی تبدیل به موضوعی برای یک دعوی حقوقی هم شد. در سال 1312 بود که جیمز هنری بریستد با یک هواپیمای اختصاصی به ایران می‌آید و مستقیم به تخت جمشید می‌رود تا از کاوش‌ها بازدید کند. در این سفر پسر بریستد و گروه فیلمبرداری دانشگاه شیکاگو اقدام به ساخت فیلمی مستند می‌کنند. این فیلم برای نخستین بار فعالیت‌های گروه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو را در تخت جمشید مستندسازی کرده است. هرتزفلد اما در ادامه کار خود با مشکلاتی نیز مواجه شد. ابتدا با معاون خود کرفتر درگیر اختلاف می شود. از سوی بین او و آندره گودار نیز رقابتی پدید می آید و با آرتور پوپ هم روابط قهرآمیزی پیدا می کند. بدتر از اینها به میزان زیادی پشتیبانی های دولت و سیاستمداران را نیز از دست می دهد، به خصوص حمایت گراف فون در شولنبرگ سفیر آلمان در تهران را، همان سیاستمداری که بعدها در طرح سوء قصد نافرجام به هیتلر دستگیر و اعدام شد. این سنگ نوشته بر دروازه خشایارشا از او به یادگار مانده است. هرتزفلد 2 قطعه سنگ از تخت جمشید را به ولیعهد سوئد هدیه می دهد. این نامه نمونه ای از نامه‌نگاری های اداری درباره اقدام هرتزفلد در بیرون بردن اشیاء عتیقه لابلای لوازم شخصی ولیعهد سوئد است. این کار برای هرتزفلد بسیار گران تمام می شود. این رخداد و همه آن اتفاقها باعث تزلزل موقعیت او در ایران شد. از طرفی حزب نازی در آلمان به قدرت رسیده و هرتزفلد ناخواسته متهم به جرم یهودی بودن شده بود. همکارش لانگستورف برایش پرونده سازی کرده بود. در این هنگامه روابط حکومت ایران و آلمان نازی نیز گسترش پیدا می کند. پس کار هرتزفلد تمام است. چندی بعد هرتزفلد را هنگام خروج از مرز ایران با اشیاء باستانی که متعلق به خودش بود دستگیر می کنند. این اشیاء مربوط به تخت جمشید نبود، اما در سوء ظن نسبت به هرتزفلد مؤثر افتاد و این چنین پرونده او برای همیشه در ایران و تخت جمشید بسته می شود. این نامه وزارت معارف درباره خروج اشیاء عتیقه توسط هرتزفلد است. دکتر فردریش اشمیت، باستانشناس آلمانی با تابعیت آمریکایی. او از طرف مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو جانشین هرتزفلد می شود. اشمیت کارش را در ایران با کاوش در تپه حصار دامغان آغاز کرد و بعد در شهر ری ادامه داد. مری هلن، دختر یک میلیونر آمریکایی. او با اشمیت آشنا شده و پیشنهاد می‌دهد تا از محوطه‌های باستانی ایران عکس هوایی تهیه شود. آنها برای این کار یک هواپیمای تک موتور تهیه می‌کنند و نامش را دوست ایران می‌گذارند. پس این هواپیما وسیله رفت آمد اشمیت می‌شود میان 2 محوطه باستانی ری و تخت جمشید. اشمیت با هواپیمای دوست ایران بسیاری از محوطه‌های باستانی ایران را عکاسی می‌کند که نتیجه آن عکاسی‌ها در کتاب پرواز بر فراز شهرهای ایران
به چاپ می رسد. اشمیت در سال 1314 کارش را در تخت جمشید آغاز می کند. او از کار در مناطقی که هرتزفلد کاوش کرده بود پرهیز می کند، اما هرتزفلد هم پس از بازگشت به آمریکا هیچگاه نتایج کاوش‌های خود را منتشر نکرد. اشمیت ابتدا به سراغ باروی شمال شرقی و تکمیل کاوش‌های آن می رود و در جریان تکمیل کاوش‌های باستانشناسی به 7 لوح سنگی برمیخورد. این الواح سنگی مربوط به دوران خشایارشا است. در همین زمان است که اشمیت با هواپیمای دوست ایران از تخت جمشید عکس‌های هوایی دقیقی می‌گیرد و نقشه نمای کامل تخت جمشید را ترسیم می‌کند. اینجا خزانه تخت جمشید است. بهار سال 1315 کاوش در این مکان آغاز می شود. کارگران میزان گسترده‌ای از خاک را خارج می کنند. به تدریج پای ستونهای بنای خزانه آشکار می شود. در ایوانهای شرقی و جنوبی حیاط مرکزی کاخ خزانه 2 نقش برجسته پیدا شد. نقش برجسته شرقی در جای خود مرمت شده است، اما نقش برجسته جنوبی به اینجا موزه ایران باستان منتقل شد. باستانشناسان ابتدا فکر می‌کردند این نقش برجسته ها مربوط به بار عام داریوش بزرگ است، اما پژوهش‌های بعدی مشخص کرد که این نقوش مربوط به بار عام خشایارشا است. همانند این نقش در بالای درگاه‌های کاخ صدستون خشایارشا نیز دیده می‌شود. اشمیت علاقه‌مند بود که این نقش صدمه دیده را به دانشگاه شیکاگو ببرد، اما با مخالفت دولت ایران مواجه شد. بعدها ایتالیایی ها نقش را مرمت کردند. در اتاق شماره 33 خزانه 750 لوح گلی دیگر هم پیدا شد. این الواح نیز همانند الواح باروی شمال شرقی حامل اطلاعات اداری و مالی و نحوه نظارت بر امور هستند. تمام الواح با خط ایلامی نوشته شدند. این الواح اکنون به عنوان الواح خزانه تخت جمشید شناخته می شوند. جورج کامرون این الواح را ترجمه و ریچارد هالاک نیز متن آن را تصحیح کرده است. این گل نوشته ها به همراه کتیبه های کوچک گلی باروی شمال شرقی به آمریکا ارسال شد. حاصل 4 سال مطالعات اشمیت در تخت جمشید به این قرار است: بررسی و کاوش در چاه موسوم به آبنبار سنگی، کاوش و پاکسازی تالار صدستون و ایوان صدستون و ساماندهی بنا، پاکسازی جبهه شمالی کاخ آپادانا، کاوش در قسمت شمالی کاخ زنان، تعمیر و مرمت بناها، کوتاه کردن دیوارهای خشتی خزانه تا ارتفاع قابل نگهداری. اما بالاخره در سال 1318 با شروع جنگ دوم جهانی عملیات کاوش در تخت جمشید متوقف شد. اشمیت به رغم مخالفت‌های دولت ایران موفق می شود مجموعی از اشیاء را که سهم مؤسسه شرقشناسی است با تلاش فراوان بسته‌بندی کند تا به شیکاگو فرستاده شود. آخرین محموله اشیاء در چند کشتی بارگیری شدند، اما یکی از کشتی‌های حامل این گنجینه تاریخی پیش از آن که به آمریکا برسد در دریای کارائیب
توسط زیردریایی آلمانی غرق شد و به این صورت تمامی اشیاء گرانبهای آن نیز از دست رفت. به تاریخ دی ماه سال 1318 هواپیمای دوست ایران به انجمن هواپیمای ملی ایران اهدا شد. از سرنوشت این هواپیما هیچ اطلاعی در دست نیست. جنگ جهانی دوم آغاز شده است. باستانشناسان آمریکایی از تخت جمشید رفتند. ایرانی‌ها بنگاه علمی تخت جمشید را تأسیس می‌کنند. حسین روانبود، محمود راد و عیسی بهنام امور را سر و سامان می‌دهند. در سال 1318 عیسی بهنام با اصرار درخواست می‌کند تا علی سامی به جمع همکاران تخت جمشید بپیوندد. این نامه عیسی بهنام به وزارت فرهنگ است. در آن به ضرورت حضور سامی در بنگاه علمی تأکید شده. به وجود آقای سامی در تخت احتیاج زیاد است. متمنی است دستور فرمایید در انتقال او تسریع شود. سامی در 23 اسفند 1318 به تخت جمشید می آید و مدیریت امور مالی و اداری را بر عهده می گیرد. به سال 1319 پس از رفتن عیسی بهنام، سامی مدیر تخت جمشید می شود. در آن زمان اسماعیل مرعات وزیر فرهنگ و دکتر فرهمندی رئیس باستانشناسی کشور بودند. علی سامی 12 سال در تخت جمشید کاوش کرد. او دقت بسیاری در کارش به خرج می‌داد تا نتیجه کاوش به استانداردهای باستانشناسی بین المللی نزدیک باشد. اما با اعتباری به مراتب کمتر از آمریکایی ها. سامی در طول 12 سال به طور متوسط هر ساله 462,000 ریال هزینه می کرد. اعتبار کل کاوش های او در طول 12 سال 5,550,000 ریال بود. در صورتی که آمریکایی ها برای کاوش در هر سال 20,000 دلار صرف می کردند. هیئت باستانشناسی آمریکایی کارشناسان و تجهیزات و کارگران بیشتری داشتند، اما ایرانی ها با محدودیت امکانات و نیرو مواجه بودند. سامی تلاش کرد که با توانایی‌های محدود کار حفاظت و مرمت آثار را هم در تخت جمشید انجام دهد. آمریکایی‌ها پایگاه ایجاد کرده بودند و گروه ایرانی از امکانات پایگاهی آنها استفاده می‌کرد. باستانشناسان آمریکایی اعتبار کاوش را خودشان تأمین کردند. ایرانی‌ها باید از بودجه محدود دولتی این پول را پرداخت می‌کردند. هیئت آمریکایی بیشتر به کاوش‌های باستانشناسی پرداختند، اما ایرانی‌ها تلاش خود را برای حفظ و نگهداری آثار هم صرف کردند.
سامی شروع به کار می کند. در سالهای 1318 تا 1319 خاکهای بخش شمالی خزانه را بر می دارند و دیوارهای خشتی را کوتاه می کنند. به سال 1319 خاکهای کاخ 100 ستون تخلیه می شود. سامی در جستجوی کفسازی کاخ است، اما نشانه ای از آن در 100 ستون نمی یابد. او در گزارشش تأکید می کند که حجم زیادی زغال و خاکستر از 100 ستون تخلیه شده است. دیگر کاخهای تخت جمشید کفسازی دارند. این کف رنگین کاخ تچر است. دیوار اتاقهای جلوی موزه را کوتاه و مرمت می کنند. خاکهای ایوان شرقی کاخ آپادانا تخلیه می شود. بعد از آن به سراغ پاکسازی اتاقهای جنوبی کاخ آپادانا می روند. در سال 1321 فضای میان کاخ آپادانا و 100 ستون خاک برداری شد. باستانشناسان در بخش شمال شرقی آپادانا سرستونی با پیکره شیر در حالی که به پهلو بر زمین خوابیده و مدفون شده بود پیدا کردند. به نظر می رسید که این سرستون در زمان ساخت کاخ مورد استفاده قرار نگرفته است. در شمال سکوی تخت جمشید سرستون‌های دیگری با پیکره شیردال پیدا می‌کنند. شیردال ترکیبی از سر عقاب و پنجه شیر دارد. باستانشناس‌ها احتمال می‌دهند که این سرستون‌های شیردال به تایید مهندسان نرسیده و بهترین راه برای حفظ آنها دفن در همان محل ساخت بوده است. در نهایت نیز سرستون‌هایی با پیکره گاو مورد استفاده قرار گرفته. سال 1322 کاخ 100 ستون. حیاط و ایوان شمالی کاخ را خاک برداری می کنند. میزان زیاد آثار سوختگی مورد تأکید سامی است. در سال 1323 وقتی جستجو در بخش شمالی کاخ 100 ستون را ادامه می دهند، یک تالار 32 ستونه پیدا می کنند. معلوم نیست این تالار چه کاربردی داشته است. دو شیء مهم در این تالار پیدا شد. یکی تندیسی از جنس آبی مصری، شاید متعلق به یک شاهزاده. میگویند منسوب به خشایارشا است. اکنون نیز در موزه ایران باستان نگهداری می شود. تندیس صورتی جوان و بدون ریش و سبیل دارد. کنگره های تاج او شبیه جانپناه های پلکان تخت جمشید است. همانند همین کنگره ها در تاج داریوش بزرگ در کتیبه بیستون به چشم می خورد. باستانشناسان در همین جا یک صفحه آبی مصری نیز پیدا می کنند که بر آن تصویر یک عقاب با بالهای گشوده نقش شده است. این نقش با شرح گزنوفون از پرچم ایران همخوانی دارد. درفش شاهان ایرانی شاهینی از زر بود که بر نیزه افراشته بودند. بدون شک خود این صفحه پرچم نبوده، اما امکان دارد که نقش آن شبیه نقش پرچم هخامنشیان باشد. بین سالهای 1324 تا 1325 دیوارهای شمالی و شرقی حیاط و ایوان کاخ 100 ستون پاکسازی شد. هرتزفلد باستانشناس این بنا را مختص زنان سلطنتی حدس زده و به نام حرمسرا ثبت کرده بود. در سال 1328 بنایی که حرمسرا نام گرفته را بررسی می کنند. سامی در گزارش‌هایش نوشته مدرک دقیقی که ثابت کند این ساختمان مربوط به زنان بوده در دست نیست. در سال 1329 سامی به سراغ بنای پر رمز و راز منسوب به اردشیر سوم هخامنشی می رود.
آثار باقی مانده از این بنا مغشوش است. درباره این بنا و نحوه ساخت آن و همچنین مکان آن سؤال‌هایی وجود دارد. در همان سال سامی به اینجا که مرتفع ترین نقطه تخت جمشید است میرسد، تپه کاخ جی. او در قسمت غرب و شرق تپه بازمانده از کاخ نشانه های چند اتاق را پیدا می کند. یک دیوار 3 متری نیز محوطه را احاطه کرده است. بعد از آن اتاقهای غربی کاخ مرکزی و پلکان شرقی کاخ هدیش کاوش شد. خاکهای بخش مرکزی کاخ هدیش را هم تخلیه کردند. بخش جنوبی کاخ هدیش را نیز کاوش می کنند. 5 اتاق دراز و باریک پیدا می شود. راهروهایی را با خشت تاق زدند. در اینجا اولین نشانه ها را از طاق ضربی دوره هخامنشی پیدا می کنند. مدرکی مهم از شیوه سقف سازی دوره هخامنشی در اینجا به دست آمده است. کاوش های سامی در سال 1330 متوقف می شود و کار مرمت و حفاظت از آثار را شروع می کنند. برای پلکان شرقی آپادانا و پلکان کاخ 3 دروازه سایبان می سازند. قطعه های خرد شده نقش برجسته ها را در جای خود نصب می کنند. دیوارهای کوتاه شده را با کاهگل می پوشانند. دیوارهای سنگی را مرمت می کنند و نقش برجسته های پلکان شرقی را هم شستشو می دهند. سامی گزارش 12 ساله کاوش های خود را می نویسد. محمد تقی مصطفوی که رئیس اداره کل باستانشناسی شده با تلاش بسیار نوشته‌های سامی را که اولین نوشته‌های علمی فارسی زبان در خصوص باستانشناسی است منتشر می‌کند. از زمان کاوش‌های هرتزفلد تخت جمشید به عنوان بنایی که نماد ایران باستان است به دنیا معرفی می‌شود. رهبران و سران کشورها در سفر به ایران از تخت جمشید بازدید می‌کردند و در جریان تاریخ باستانی ایران قرار می‌گرفتند. این تصاویر مربوط به سفر مارشال دوگل رئیس جمهوری وقت فرانسه است که در سال 1342 انجام شد. این یک سفر مهم دیپلماتیک در تاریخ روابط ایران و فرانسه به حساب می‌آید. سال 1343 است. کار سامی در تخت جمشید تمام شده. ایرانی‌ها از مؤسسه باستانشناسی ایتالیایی‌ها که ایزمئو نام دارد می‌خواهند که تخت جمشید را مرمت کند. جوزپه تیلیا به همراه همسرش آن تیلیا به ایران آمدند. آنها به همراه 50 کارگر ایرانی مرمت سازه‌های تخت جمشید را بلافاصله شروع کردند. برخی ستون‌های افتاده را مرمت و برپا ساختند. خرد نقوش کنده شده را بر جای خود نصب کردند و پله‌های شکسته نیز بازسازی شد. استحکام بخشی سازه‌ها از دیگر کارهای آنها بود و بعد به سراغ ترمیم ترک‌ها و شکاف بین سنگ‌ها رفتند. پیدا کردن قطعه‌هایی که به هم متصل می‌شد از میان هزاران خرد سنگ مثل حل معمایی سخت بود، اما تیلیاها با مطالعه دقیق قطعات راز برخی از آنها را گشودند. جوزپه تیلیا از تکنیک‌های متفاوت و فنی نوین در زمان خیش برای مرمت تخت جمشید بهره گرفت. نتیجه کار او مانع بسیاری از تخریب‌ها شد، وگرنه بعد از کاوش‌های 30 ساله باستانشناسی باید منتظر ویرانی کامل کاخ‌ها می‌بودیم. پلکان بزرگ ورودی دروازه خشایارشاه یا دروازه ملل. سنگ‌های این پلکان عظیم را به طور کامل باز کرده و بعد از ترمیم شکاف‌ها دوباره متصل کردند. بخش‌های از بین رفته هم بازسازی شد. ترمیم دروازه ملل وقت زیادی گرفت. این سازه به شدت آسیب دیده بود.
خسارت‌ها حکایت از تلاش برای تخریب کامل سازه طی 2000 سال گذشته داشت. یکی از ستون‌های فروریخته دروازه به طور کامل بازسازی و برپا شد. این یک نمونه از مرمت‌های مثال زدنی تیلیا در این مجموعه است. قطعه‌های این ستون بر زمین پراکنده بودند که با روش قطعه یابی سرانجام شکل کامل خود را بازیافت. دروازه ناتمام، شمال کاخ 100 ستون. سنگ‌های این دروازه بر زمین‌های اطراف پراکنده بودند. هنوز ساخت این دروازه به پایان نرسیده بود که اسکندر مقدونی حمله کرد. پس ناتمام ماند. کاخ آپادانا. سال 1344 است. چند قسمت از ستون‌های اصلی کاخ را تعمیر می‌کنند و در جای خود می‌گذارند. یکی از ستون‌ها را نیز برپا می‌کنند. نقوش راهپله شرقی آپادانا دچار آسیب شده است. رنگ سنگ‌ها عوض شده و رطوبت گرفته. تیلیا کانال‌هایی در پشت نقش برجسته‌ها حفر می‌کند. تمام خاکی را که باعث جذب رطوبت می‌شد تخلیه می‌کنند. همچنین در پشت نقش‌ها نیز فضای هواکش ایجاد می‌شود. پس از آن کانال را با بتون مسدود می‌کنند. با برقراری جریان هوا پشت نقوش، سنگ‌های رطوبت گرفته بعد از 5 سال به حالت عادی درآمدند. مرمتگران تک تک سنگ‌هایی که در کاخ 100 ستون پراکنده بودند را بررسی کردند. چند درگاه، پنجره و طاقی از این کاخ سالم مانده بودند. کندوکاوهای معتمدالدوله و گنجیابان پیش از او وضعیت این کاخ را بدتر کرده بود. سامی می گفت تخلیه آثار سوختگی و آوار سقف از درون کاخ به بیرون مدتها وقت و توان گروه کاوش را گرفته بود. تشخیص جای سنگ‌های خرد شده بسیار سخت بود و خیلی از مواقع امکان ناپذیر. از پی تلاش بسیار مرمتگران چند ستون را سرهم کرده و برپا داشتند. اینجا ایوان شمالی کاخ 100 ستون است. جرز غربی درگاه کاخ در این قسمت یک پیکره گاو نگهبان داشت. پیکره خرد شده بود، پس مرمت آن را شروع می‌کنید. در قسمت شرقی درگاه یک پیکره دیگر گاو به صورت قرینه وجود داشت که آمریکایی‌ها به موزه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو بردند و آن را مرمت کردند. تیلیا در اینجا جرز غربی ایوان را از نو ساخت و سر گاو بر جای خود قرار گرفت. در جاهایی سنگ‌های اصلی از بین رفته بود، پس از سنگ‌های جدید استفاده کردند و سازه استحکام بخشی شد. تچر از اولین سازه هایی است که به گواهی سنگ نوشته هایش به دستور مستقیم داریوش بزرگ در تخت جمشید ساخته شد. بهترین سنگ ها در ساخت این کاخ استفاده شده. پایداری سازه به همین دلیل است. تیلیا توانست با استفاده از اسناد و مدارک از جمله تصویری که فرصت الدوله شیرازی نویسنده کتاب آثار عجم از سنگ درگاه تچر در قصر ابونصر کشیده بود، بخشی از قطعه‌های کاخ را پیدا کند. سپس سنگ‌های کاخ را که از محل اصلی جدا شده و در قصر ابونصر استفاده شده بود به جای اصلی خود برگرداند. جرس‌های کتیبه‌دار دیواره‌های جنوبی تچر که خرد شده و فرو ریخته بودند نیز بعد از مرمت در جای اصلی قرار گرفتند.
در کنار تچر کاخ هدیش قرار دارد. این دو کاخ به صورت متداخل با یکدیگر در پیوندند. بنابر متون سنگ نوشته ها خشایارشا این کاخ را ساخته است. برخلاف تچر سنگ های هدیش خرد شده. در زمان قاجارها نقش برجسته ها هدف تیراندازان بوده است. امروزه جای گلوله ها را بر سنگ ها می‌بینیم. از بخش های مرمت شده این کاخ سنگ های راه پله غربی است که اکنون به واسطه پلکان حفاظتی پوشیده شده است. پاگرد راه پله شرقی در قسمت شمالی نیز بخش دیگری است که آسیب جدی دیده بود و البته ترمیم شد. امروزه بازدید کنندگان اجازه ورود به این قسمت را ندارند. کاخ ملکه، بنایی که با عنوان حرم سرا شناخته می شود. هرتزفلد این بنا را برای اسکان هیئت باستانشناسی خود بازسازی و قابل سکونت ساخت. زمان ورود تیلیا به تخت جمشید 30 سال از بازسازی کاخ می‌گذشت. پس به مرمت آن اقدام کرد. سال 1350 است که مرمت اینجا آغاز می شود. ابتدا کف سازه ترمیم شد و پس از آن دیواره ها. ستون ها و سقف را نیز بازسازی کردند. آرامگاه اردشیر دوم. بخشی از کوه در حاشیه آرامگاه اردشیر دوم تخریب شده و فرو ریخته بود. تخت سنگ بزرگی که از کوه جدا شده و سقوط کرده بود را قطع کردند و سپس در جای خود گذاشتند. بالای آرامگاه هم مرمت شد تا آب باران به درون نمای نقش برجسته نفوذ نکند. صخره‌ها شکاف خورده بودند. این شکاف‌ها را از خاک تخلیه می‌کنند و بعد با شن و ماسه و سیمان می‌پوشانند. در سال 1344 راه پله‌ای برای آرامگاه می‌سازند تا بازدید کنندگان به راحتی رفت آمد کنند. روی پله‌های سیمانی عدد 1344 به نشانه سال مرمت حک شده است. نقش برجسته شرقی به شدت صدمه دیده بود، اما نقش برجسته جنوبی سالم بود و اکنون در موزه ایران باستان به نمایش درآمده است. اشمیت و باستانشناسان دیگر در آن زمان این نقش را مربوط به بارعام داریوش بزرگ می‌دانستند. اما بنا به شواهد جدید که در هنگام مرمت ایتالیایی ها به دست آمد و همچنین مطالعات نوین می‌دانیم که این نقش مربوط به بارعام خشایارشا است. همانند این نقش بر بالای درگاه‌های کاخ صدستون که به زمان خشایارشا تعلق دارد نیز دیده می شود. گروه تیلیا در هنگام مرمت نقش برجسته شرقی متوجه شد که این نقوش در اصل به جای دیگری در تخت جمشید تعلق دارند. اما کدام بخش از تخت جمشید؟ این نقش برجسته ها بدون زیرسازی روی زمین در خزانه قرار گرفته بودند. فقدان زیرسازی برای نقش برجسته‌ای که حداقل 15 تن وزن دارد جای سوال داشت. بر بدنه نقش برجسته ها جای بست های فلزی پیدا کردند که نشان میداد پیش از آن که در خزانه قرار بگیرند به جایی متصل بودند. حاشیه نقش برجسته ها نشانه هایی داشت که مشخص می کرد در چپ و راست آنها نقوش دیگری نیز وجود داشته است. تمامی نقش ها سایبان داشتند. یکی از سایبان ها اینجاست، در موزه ایران باستان. قطعه دیگر را آمریکایی ها با خود به شیکاگو بردند.
علی سامی در گزارش خود اشاره کرده که این سنگ متعلق به نقش برجسته جنوبی خزانه است. اما بر سایبان‌ها نشانه‌هایی است که معلوم می‌شود جانپناه‌های کنگره‌دار مربوط به پلکان تخت جمشید روی این سایبان‌ها قرار داشتند. صحنه بار عام نشان از مراسمی مهم دارد. چرا باید چنین نقشی اینجا در گوشه‌ای از خزانه باشد که کمتر کسی آن را ببیند؟ اکنون مرمتگران باید مکان اصلی نقش برجسته ها را پیدا می‌کردند. آنها با توجه به نشانه ها می دانستند که نقوش مربوط به جایی بوده که پلکان داشته است. پس در جستجوی مکانهای احتمالی برآمدند و متوجه شدند که این مجالس بار عام مربوط به جایی نیست جز مرکز پلکان شرقی و شمالی کاخ آپادانا، جایی که هر روز هزاران بازدید کننده از مقابل آن می‌گذرند و تنها چند سرباز گارد جاویدان که رو در روی یکدیگر ایستاده‌اند به چشم می‌خورند. اکنون مجلس بار عام، مهمترین مقام حکومت که ملت‌ها برای بار یافتن به پیشگاهش رهسپارند، اینجا کیلومترها دورتر از جای اصلی خود در تهران و در موزه ایران باستان به نمایش گذاشته شده است. می‌دانیم که زمان ساخت ایوان‌ها و پلکان شمالی و شرقی کاخ آپادانا به گواهی کتیبه‌های موجود مربوط به زمان خشایارشا است. پس بدون شک این نقش برجسته هم مربوط به بار عام خشایارشا می شود و نه داریوش بزرگ. جزئیات بسیار نشان می دهند که سنگ ها و نقوش سه طرف این نقش برجسته ها دستخوش تغییر و تعویض و مرمت شدند. این نقش برجسته شرقی که آسیب بیشتری دیده مربوط به پلکان شرقی آپادان است. و نقش برجسته‌ای که در موزه ایران باستان قرار گرفته متعلق به پلکان شمالی آپادان است. اگر هر دو نقش برجسته را به مکانهای اصلی منتقل کنند، منطبق با قاب‌های مرکزی این دو مجموعه پلکانی هستند. باستانشناسان حدس می‌زنند این نقوش به دلیل نامعلومی در دوران هخامنشی از جای خود برداشته شده و در خزانه قرار گرفتند و همانند امروز به صورت موزه‌ای از آنها نگهداری می‌شده است. همزمان با مرمتگران ایتالیایی از سال 1347 تا 1352 گروهی از سوی اداره کل باستانشناسی به سرپرستی علی اکبر تجویدی به مدت 5 فصل در باروی شرقی تخت جمشید و در بالای کوه رحمت، همچنین در بخش جنوبی تختگاه که آن را برزن جنوبی مینامند، کاوش کردند. از دوره اردشیر دوم هخامنشی آرامگاه‌های شاهان در تخت جمشید ساخته شدند. آرامگاه پادشاهان متأخر هخامنشی چون اردشیر دوم و سوم در محوطه تخت جمشید ساخته شد. تخت جمشید نه تنها جایگاهی تشریفاتی و سلطنتی بود، بلکه جایگاهی آیینی هم به شمار می‌رفت. شواهد نشان می‌دهد مراسم و مناسک متفاوت و متنوعی در تخت جمشید برگزار می‌شده است. سرانجام ایتالیایی‌ها تا نیمه نخست سال 1357 در تخت جمشید کار کردند و با انقلاب 1357 ایران کار آنان نیز در این محوطه باستانی پایان یافت.
تخت جمشید، اردیبهشت 1395. اینجا مقصد گردشگرانی است که به دیدار تاریخ باستانی ایران آمدند. این فیلم نگاهی متفاوت دارد به چند سازه مهم تخت جمشید که برخلاف باورهای رایج کاربری آنها چیز دیگری بجز آنچه ما فکر می‌کنیم بوده است. همواره شرق شناسان و مسافران و علاقمندان ایرانی و خارجی از خودشان نشانه‌ای بر سنگ‌های تخت جمشید حک می‌کردند و از خود یادگار به جا می‌گذاشتند. با نگاهی به دروازه ملت‌ها با نشانه‌های مختلف و اسامی خاص مواجه می‌شویم. در آغاز و در بالای دروازه خشایارشا سازنده این دروازه خود را معرفی می‌کند. بر بدنه پیکرهای نگهبان دروازه افراد مختلف با تاریخ‌های مختلف در طی سالیان خودشان را معرفی کردند. گراف فون در شولنبرگ، سفیر آلمان نازی در ایران، کسی که در سوء قصد به جان هیتلر در اواخر دوران رایش سوم دست داشت و اعدام شد. استنلی، خبرنگار نیویورکر. جان مالکوم، افسر اسکاتلندی. کارستن نیبر، جهانگرد نقشه‌نگار و ریاضیدان آلمانی. سر هارفورد جونز، نخستین وزیر مختار دولت بریتانیا. جیمز موریه، دیپلمات و نویسنده بریتانیایی. ماندل سلو، جهانگرد آلمانی. کورنلیس دبروین، نقاش و جهانگرد و نویسنده هلندی. میرزاده عشقی، شاعر ایرانی و دیگرانی که از سالهای دور و نزدیک اینجا یادگار حک کردند. در کاخ تچر سنگنگاری از دوره قاجار و بازمانده از معتمدالدوله را می‌بینیم. قبل از آن هم نوشته‌هایی از زمان ساسانی بر سنگ‌های اینجا نوشته شده است. قدیمی‌ترین یادگارهای ساسانی را بر سنگ‌های کاخی که امروز به عنوان حرمسرا معرفی می‌شود می‌بینیم. دیدن این طرح‌ها به سادگی برای بازدید کنندگان میسر نیست. سؤال متداول همه بازدید کنندگان تخت جمشید درباره کاربری سازه هاست. این کاخ‌ها را برای چه کاری ساخته؟ سه تا ایوان داره، ایوان شرقی، ایوان شمالی و ایوان غربی. تو ایوان‌ها 12 ستون، یه 12 تا هم تو، یه 36 هم تو تالار مرکزی بوده. کلا میشه 72 تا ستون. الان 14 تا ستونش بیشتر باقی نمونده. جهانگرد 300 سال پیش اومده اینجا نوشته تو خاطراتش که اینجا 20 تا ستون دیده. مراقبت نمیشه. اینا 80 سال داره مراقبت. یه پوست شیر این میاره که نصفش رفته. شتر دو کهنه میارن، ظروف هم میارن. اینا مردم آشور هستن. دوستان آشور دارای پیشینه خیلی زیادیه. سبک مصری رو ببینید، بدن از روبرو سر چرخیده، این سبک مصری. دو، گرچه تمام تصاویر نیم رخن، اگه من نیم رخ بیستم چشمام روبروه، اینا چشما رو بغل کشیدن تا زیبایی تصویر خواسته نشه. اینها گوشه‌ای از هنرهای 2530 سال پیشه. هر روز هزاران نفر این توضیحات را میشنوند. کاخ آپادانا در زمان داریوش بزرگ ساخته شد. بعدها خشایارشا پسر داریوش
پلکان و تراس شرقی و همچنین پلکان و تراس شمالی را به آن اضافه کرد. این پلکان و نقوش آن ارتباطی به زمان داریوش ندارد. کتیبه های پلکان شرقی این نظریه باستانشناسی را تایید می کند. باستانشناسانی چون هرتزفلد و گریشمن معتقد بودند این نقوش بار عام پادشاه را در هنگام جشن نوروز معرفی می کند. دکتر شاهرخ رزمجو باستانشناس معتقد است که آغاز سال نو در تقویم حکومتی هخامنشی زمان ثابتی نداشته و در فاصله زمان میان اسفند تا اردیبهشت اتفاق می افتاده است. به اعتقاد او چون هخامنشیان تقویم قمری داشتند، هر چند سال یک بار برای تنظیم فصلها و اعتدالین مانند تقویم بابلی ها یک ماه کبیسه به تقویم اضافه می کردند. پس آن سال 13 ماهه می شد. زمان دقیق سال نو در تقویم حکومتی هخامنشیان متغیر بوده و به طور دقیق با 21 مارس یا 1 فروردین مطابقت نداشته است. تنها یک بار و آن هم در سال سوم سلطنت کمبوجیه 21 مارس برابر با اول فروردین شده است. اما این نظریه امکان برگزاری یک مراسم بزرگ را هم نفی نمی کند. به طور قطع تالاری که گنجایش 10,000 نفر را داشته برای مراسمی مجلل طراحی شده بود و مراسم باشکوهی هم اینجا برگزار می شده است. اما این مراسم چه زمانی و برای چه برگزار می گردید؟ صحنه نبرد شیر و گاو و نقش هدیه آوران. مراسم نقش شده بر پلکان شرقی آبادانا را به نوروز نسبت می دهند. در دنیای نجوم قدیم هر ماه نقشی در آسمان ها داشت. شیر نشان برج اسد بود و گاو نشان برج ثور. همچنین میگویند شیر که نشانه نور و خورشید و گرماست به گاو که نشانه ماه و سرماست حمله ور شده و این زمانی از سال است که زمستان جاگش را به بهار میدهد. اما در باور ایرانیان شیر نشانه خورشید و مهر است. شیر با خورشید ارتباط دارد و گاو با ماه. مهر گاو را میکشد تا موجب زایش پدیده‌های هستی شود. بنابر همین تعبیر باستانشناسان احتمال می‌دهند که نقش نبرد شیر با گاو نمایشگر زمان به خصوصی است که خورشید بر ماه فائق آمده و دیگر هیچ سایه و نشانه‌ای از شب نبوده و در همان زمان به فرمان شاه جشن بزرگ آغاز می‌شده است. اما در بهار یا در پاییز؟ این سؤالی است که هنوز جواب آن را نمی‌دانیم. لباس هدیه آورندگان با یک تعادل آب و هوایی سازگار نیست. برخی تنها پارچه‌ای به بدن بستند و برخی دیگر به شدت خود را پوشاندند. آیا اینان در یک زمان اینجا آمدند؟ اگر بلی، پس چرا تعادلی در پوشش نیست و اگر نه، پس این تالار عظیم چرا طراحی شده است؟ برای یک روز بزرگ که نمیدانیم چه زمانی است، جمعیتی زیاد، شاید صدها تن شامل ملت‌های مختلف شاهنشاهی هخامنشی در اینجا جمع می‌شدند و شاه را می‌دیدند و برایش هدیه می‌آوردند. اما مناسبت چه بوده؟ سال روز تاجگذاری یا تولد شاه؟ یا شاید مناسبتی سیاسی یا آیینی؟ هنوز نمی‌دانیم. میدانیم ایرانیان نوروز را از دیرباز جشن می‌گرفتند، اما در تخت جمشید شواهدی مشخص از نوروز نداریم. بیشتر شواهد ما درباره نوروز مربوط به دوره ساسانی است. کاخ مرکزی، کاخ شورا، کاخ سه دروازه. اینها نامهای کاخ کوچکی است که در کنار آبادانا قرار داشته است.
در زمان خشایارشا ساخته شده و بعدها در زمان اردشیر سوم و داریوش سوم مورد بازسازی قرار گرفته است. کاخ 3 دروازه دارد. در مرکز این کاخ سنگی روی زمین قرار گرفته که هرتزفلد باستانشناسان را سنگ میزان نامید. عده‌ای بر این باورند که این سنگ یک شاخص نجومی است. اما چگونه؟ تقریباً در میانه سنگ دایره‌ای کنده شده. برخی بر این باورند که در روز 1 فروردین هر سال نور خورشید از منفذها و یا شیارهایی که در سقف یا دیوارها وجود داشته عبور می‌کرده و بر این علامت می‌تابیده و منجبان اعلام می‌کردند که سال نو آغاز گشته است. اما مطالعات نوین باستانشناسی چیز دیگری میگوید. دکتر شاهرخ رزمجو با مطالعه روی این سنگ معتقد است که این کاخ و سنگ میانی آن ارتباطی به نجوم و رصد نداشتند. بنابر اسناد یافت شده در تخت جمشید و الواح گلی نوشته شده، تقویم هخامنشی قمری بوده است و محاسبات تقویمی بر اساس حرکت نور خورشید انجام نمی گرفته. تقویم رسمی هخامنشی مانند تقویم بابلی طراحی شده بود و زمان آن مثل تقویم قمری محاسبه می شد. اگر قرار بود نوری به این سنگ بتابد، باید روزنه‌هایی در کنج دیوار وجود می داشت تا نور در روز اول بهار هر سال به سنگ میانی کاخ بتابد. اما ستونهای کاخ اولین مانع تابش این نور بود. و مانع دوم اتاقهایی بودند که در پشت همین دیوارها قرار داشتند و مانع رسیدن پرتوی خورشید به درون کاخ می شدند. و مانع سوم هم حصارهای بلند تخت جمشید و کوه رحمت بود. از سوی دیگر باید این نکته را هم در نظر گرفت که زاویه تابش آفتاب در 2500 سال پیش با امروز متفاوت بوده است. امروز تمام بناها نابود شدند. سوال اصلی این است که نور خورشید چگونه با وجود موانع مختلف به سنگ میانی میتابیده. بناهای رصدخانه‌ای با افق باز ساخته می شدند. در اینجا کوه رحمت افق شرقی را مسدود کرده و افق غربی هم با دیوارهای آپادانا مسدود شده. در نتیجه زمانی نور خورشید به کاخ مرکزی می رسید که روز به طور کامل آغاز شده بود، نه زمان طلوع آفتاب. نقوش پلکان کاخ مرکزی حکایت از آن دارد که اینجا مکانی برای دیدار بزرگان است و نه جایی برای ستاره شناسان. تخت جمشید در دوره از تحول علم ستاره شناسی ساخته شده که محاسبه های نجومی با ریاضیات انجام می گرفته، نه با نگاه کردن به نور و سایه. این دانش پیش از به قدرت رسیدن هخامنشیان به وجود آمده بود. در بابل دوره هخامنشی بود که با تقسیم آسمان به 12 بخش 30 درجه‌ای نخستین دایره البروج شکل گرفت. بنابراین وقتی می توانستند با بررسی بایگانی ها و گزارش رصدهای شبانه زمان دقیق خورشید گرفتگی ها و ماه گرفتگی ها را پیش بینی کنند، دیگر نیازی به ساخت بنایی برای رصد زمان بر اساس بازی نور و سایه نداشتند. از سوی دیگر سنگ میانی در کاخ مرکزی زیر سطح تالار قرار داشته. بر اساس محاسبه های سطح درگاه ها و سطح قرار گرفتن سنگ میانی می توان دید که این سنگ پایین تر از سطح کف تالار قرار می گرفته و به هیچ وجه دیده نمی شده است. نشانه های روی سنگ نشان می دهد که تنظیم محل قرارگیری آن بر اساس مرکز دروازه های سگانه کاخ انجام شده است. علامت دایره شکل وسط سنگ که بدون ظرافت حک شده در واقع امضای گروه سنگ تراش است. نشانه ای از کسی که 2500 سال پیش این سنگ را تراشیده. این نمونه های امضای سنگ تراشان را در پای ستون های به جا مانده در خزانه هم می توان دید. در اینجا روی این پای ستون سنگی
در اتاق شماره 41 خزانه تخت جمشید همان علامت حک شده که مربوط به گروه سنگ تراشی شماره 3 است. نوع تراش سطح سنگ میانی نشان می‌دهد که سنگ دیگری روی آن نصب شده بوده. به احتمال زیاد این قطعه با پایه‌ای به شکل 4 گوش روی سنگ میانی قرار می‌گرفته. ما نمی‌دانیم آن قطعه چه بوده و چه کاربری داشته است. شواهد نشان می‌دهد از زمان ساخت بنا تا پایان دوره هخامنشی هرگز نور آفتاب بر سنگ میانی نتابیده است و هرگز از آن به عنوان شاخص رصدی استفاده نشده. اما متاسفانه نظریه‌های خیالی و شبه علمی برای مردم جذابیت بیشتری دارند و اغلب بیش از بحث‌های علمی و واقعیت مورد توجه قرار می‌گیرند. به گفته دکتر رزمجو، باستانشناسان این کاخ را تچر داریوش نامیدند و کاخی که در جنوب شرقی اینجا قرار دارد به نام حدیش خشایارشا خوانده می شود. این در حالی است که در کتیبه های هر دو کاخ نام تچر و حدیش هر دو به همراه هم به کار برده شدند. باستانشناسان این دو کاخ را کاخهای اختصاصی داریوش و خشایارشا دانستند. واقعیت این است که بر اساس کتیبه ها هر دو کاخ حدیش نام دارند و کتیبه هایی که نام تچر در آنها نوشته شده تنها مربوط به محوطه مرکزی کاخ ها هستند. در کاخ داریوش نام تچر درون قاب پنجره ها نوشته شده و در کاخ خشایارشا نام تچر روی شال ستونهایی نوشته شده که امروز در جای خود نیستند، اما از محوطه حدیش جابجا شدند. این نشانه آن است که تچر و حدیش با یکدیگر مرتبط بودند، نه جدا. این نظریه توسط دکتر شاهرخ رزمجو با مطالعه روی کتیبه ها و معماری این کاخ ها ارائه شده است. میگویند اینجا کاخ اختصاصی داریوش بزرگ بوده است، اما دکتر رزمجو نظر دیگری دارد. میتوان احتمال داد که تچر یک مکان مقدس بوده برای برگزاری آیینی خاص. او در هنگام مطالعه این سازه متوجه می شود که پلکان غربی کاخ که در اواخر دوره هخامنشی ساخته شده برخلاف دیگر سازه های تخت جمشید قرینه نیست. یک طرف پلکان به سمت جنوب می رسد و وارد حیاط می شود و طرف دیگر پلکان به سمت شمال می رود، اما در انتها پاگرد آن با چرخشی 90 درجه‌ای به سمت غرب تغییر جهت می دهد. چرا؟ چه عاملی باعث شده که راه پله مستقیم وارد حیاط نشود؟ ظاهراً چیزی مانند یک دیوار سد راه پلکان بوده است، اما دیوار چه چیزی؟ درست در کنار چرخش 90 درجه‌ای پلکان بر دیوار علائم زبر تراش وجود دارد، نشانه جایی که خشت به سنگ متصل می شود و در ادامه زبر تراش دیوار صیقلی شده که گویا یک فضای داخلی است. با اندازه‌گیری عرض و طول زبر تراش ها روی دیوار نشانه های ساخت یک دیوار مشخص شد و در محوطه آثار پیسازی پیدا کردند. در اینجا یک بنای کوچک قرار داشته که طرح آن را دکتر رزمجو رسم کرده است، اما داخل اتاق این بنا چه بوده؟ در انتهای اتاق یک پای سنگی محراب مانند قرار داشته که اثر آن روی سنگ کف بنا دیده می شود. جلوی آن نقطه یک حوضچه است که به کانالی وصل شده. ایتالیایی ها در زمان مرمت کاخ
مسیر کانال سنگی را مشخص کردند. طبق نقشه کانال از ساختمان خارج می شده و با گردش 90 درجه‌ای به سمت جنوب تغییر مسیر می داده است و به زیر زمین می رفته. این کانال 47 متر آن طرفتر وارد یکی از چاه‌های شبکه آبراهه‌های زیرزمینی تخت جمشید می شده است. یکی از نگهبان‌ها مسیر کانال را نشان می‌دهد. مسیر رو با دست از پشت سرشون آوردیم. اونجا نمونه قسمتاش می‌بینی که قسمت سنگ کرد تو پاشون رنگ میشه راهش مشخصه که سمت آب داره میاد ایول. ولی خب اینجاها سنگاش خراب شده، شکسته شده، از بین رفته. حالا یا جایده رفته استفاده شده. ادامه مسیر رو ما بگیم. همینطور اومده تا این مسیر که میاد این دو تا سنگ از اینجا خارج می‌شده. میرفته برای سیستم پازلابی که چای که روبرومون هست. از این قسمت میرفته اونجا که اینجا سنگاش که پر شده. قسمت‌هایی بوده که میرفته تو داخل سیستم پازلاب. حالا اینو میشه به ما نشون بدین؟ اینو نگاه بکنید. این راه آب از کجا می اومده؟ همین از قسمت تالار آینه میمده، کاخ حدیثی میمده و اینجا قسمت خارج میشه. بله مرسی. زیر پای ما بود. بله دقیقاً. آقا اوبر ممنون که شما دارید. با توجه به شکل سازه و معماری آن احتمال داده می شود که اینجا یک قربانگاه یا جایگاهی برای اهدای یک پیشکشی مایع بوده که بعدها به بنای کاخ تچر افزوده شده است. نقوش روی پلکان تچر افرادی را نشان می دهد که مواد خوراکی و حیوانی را با خود حمل می کنند. تصور می شد اینها خدمتکارانی هستند که برای سفره سلطنتی خوراک می برند. اما لباسها رسمی است. سرها را پوشاندند. آنها سربند روحانیان را بر سر دارند و به نظر می رسد به جایگاهی مقدس می روند. شواهدی از رنگامیزی این سربندها به رنگ سپید وجود دارد. سپید رنگ پوشاک مغان یا روحانیان ایرانی بود. فرضیه این است که حیواناتی را که به همراه هدایای دیگر به داخل کاخ می بردند برای تبرک و مراسمی مذهبی بوده و بعد حیوانات را در ساختمان کنار بنا قربانی می کردند. نمای جنوبی تچر همانند معماری آرامگاه‌های نقش رستم است، با همان اندازه ها. همان طرح مرکزی چلیپا با نقش ایوان ستوندار درست از روی نمای جنوبی تچر برداشته شده. این نقش برای جایی به کار رفته که با دنیای دیگر ارتباط دارد. اما واژه تچر به چه معناست؟ تچر از دوره هخامنشی تا به امروز به عنوان یک وام واژه ایرانی در زبانهای ارمنی و گرجی استفاده می شود، به معنی مکان مقدس یا معبد. تچر، داجار و تچری تلفظهای مختلف این واژه‌اند. در متون کتاب مقدس به ارمنی و گرجی برای واژه پرستشگاه از همان واژه تچر استفاده شده و امروزه در زبان ارمنی به عنوان بخشی از یک کلیسا نیز به کار برده می شود. شاید تچر به عنوان بخش مرکزی یک حدیث مکانی مقدس برای انجام مراسم آیینی بوده است. در کنار کاخ حدیث کاخ اچ قرار گرفته. این کاخ سازه‌ای مرموز و عجیب است. کتیبه این نمای سنگی پلکان نشان می‌دهد که این کاخ متعلق به اردشیر سوم هخامنشی بوده است. اما بررسی باستانشناسان مشخص کرده که این سازه در جای اصلی خود نیست. پلکان دیده نمی شود، اما نمای پلکان وجود دارد. سمت شرقی این پلکان با بدنی کاخ حدیث تداخل پیدا کرده و متوقف شده است. به همین دلیل سعی داشتند ادامه پلکان را با تراش بدنی کاخ ایجاد کنند. روشن است که سنگ‌های نمای پلکان به اینجا تعلق نداشته
و از جای دیگر به این مکان منتقل شده است. احتمالاً زمانی پس از سقوط هخامنشیان. سنگ‌های پراکنده حکایت از مسیر جابجایی سنگ‌ها از محل اصلی به این مکان دارد. سنگ‌های باقی مانده در محل متعلق به 2 بنا در تخت جمشید است. یک کاخ مربوط به اردشیر اول که تخریب شده و یک کاخ دیگر مربوط به اردشیر سوم که به اینجا منتقل شده و در جای کاخ نخست قرار گرفته است. نقوش روی سنگ‌ها شبیه هدیه آورندگان کاخ آپادانا و کاخ تچر است. میتوان نتیجه گرفت که کار بنای این کاخ پس از مرگ خشایارشا پیوسته ادامه داشته و در زمان حکومت اردشیر اول به پایان رسیده است. مرمتگران ایتالیایی این طرح‌ها را شناسایی کردند. آنها نمای بازسازی شده کاخ اردشیر اول را مشخص می‌کنند. بسیاری از نقوش کاخ اردشیر اول از بین رفته است. این طرح‌ها را ایتالیایی‌ها کشیدند. نمای اصلی به کمک قطعه‌های موجود بازسازی شد. ساختن این کاخ در زمان خشایارشا آغاز گردید و در زمان اردشیر اول پایان گرفت. الواح گلی خزانه بیان می کند که یک مرحله تازه فعالیت ساختمانی در سالهای 19 و 20 سلطنت خشایارشا آغاز شد و بسیاری از کارگران سنگ تراش بودند. به نظر می رسد این دوره تا سال 5 پادشاهی اردشیر اول طول کشیده است. اما نقوش و کتیبه بازمانده از اردشیر سوم هخامنشی با فاصله 100 ساله در اینجا چه می کند؟ اینجا کاخ جی است. اشمیت اینجا را مطالعه کرد و پلان بقایای یک معماری هخامنشی را یافت. در زمان سامی نشانه‌هایی از بارو و اتاق در این مکان پیدا شد. یک سکه ساسانی هم یافتند. سازه‌های جدیدتر مربوط به دوره ساسانی است. با بقایایی که در کاخ اچ پیدا شد و مطالعه سنگ‌ها، باستانشناسان به این نتیجه رسیدند که کاخ اردشیر سوم بر این تپه ساخته شده بود. پلکان غربی تچر هم با کتیبه‌ای که دارد مربوط به زمان اردشیر سوم هخامنشی است که بعد از زمان داریوش اول و خشایارشا به این بنا اضافه شد. در زمانی نامشخص پس از هخامنشیان تمام بنای کاخ اردشیر سوم که در محوطه کاخ جی قرار داشته را تخریب می‌کنند و قطعات کاخ را به محل کاخ اچ که کاخ تخریب شده اردشیر اول بوده می‌آورند و ساخت کاخ نیمه کاره رها می‌شود. در میانه راه بین 2 محوطه قطعات رها شده کاخ اردشیر سوم دیده می‌شود. اشمیت معتقد است که بنای اردشیر اول در زمان هخامنشی تخریب شده و سپس نمای کاخ اردشیر سوم بعدها در زمانی دیگر به اینجا منتقل شده است. آنچه در این مکان دیده می شود تلفیق سنگ‌های کاخ اردشیر اول با کاخ اردشیر سوم هخامنشی است. به هنگام هجوم اسکندر اینجا با هر بنای تمام و یا نیمه تمامی که بوده ویران شده است. پس از حمله اسکندر این مکان بیش از 30 سال متروک بوده. پس از آن یک فرمانروای محلی خواسته بنایی در اینجا بسازد. پس از مصالح کاخ اردشیر اول و سوم استفاده کرده است. روند تخریب و جابجایی سنگ‌های تخت جمشید تا دوره ساسانی ادامه یافت. ساختمانی که امروز موزه تخت جمشید و بخش اداری در آن قرار دارد به عنوان حرمسرا معرفی شده است. اینجا را هرتزفلد بازسازی کرد و تبدیل شد به مکان اقامت و کار باستانشناسان. میگویند حرمسرای تخت جمشید بوده، اما مطالعات باستانشناسی مشخص کرده که در اینجا هیچ شواهدی برای شناسایی بنا به عنوان حرمسرا وجود ندارد. پلان معماری بنا شبیه کاخ تچر است.
درون کاخ دالان‌ها و اتاق‌هایی بدون پنجره وجود دارد. شاید همین دالان‌ها تصور حرم سرا بودن را در ذهن هرتزفلد قدرت بخشیده. با توجه به شباهت معماری این بنا با تچر، امکان شباهت کاربری هر دو به عنوان بنایی آیینی محتمل تر است. یک صحنه اصلی و راهرویی که دور تا دورش مسدود است. هرتزفلد با تکمیل بنا به ما امکان داده تا یک کاخ هخامنشی را ببینیم. در اینجا با یک ساختمان مسکونی طرف نیستیم، بلکه کاربری دیگری داشته است. اما به چه دلیل این کاخ ساخته شده؟ باستانشناسان هنوز جواب قطعی برای این سوال ندارند. هیچ سند و مدرکی و طرح و نوشته و علامتی در این بنا نیست که بتواند باستانشناسان را متقاعد کند که این بنا حرم سرا بوده. اما کاخ حدیش و برج‌های دیدبانی پیرامون آن و نیز کاخ 3 دروازه دید مستقیم به آن داشتند. شباهت معماریان به کاخ تچر و احتمال انجام مراسم آیینی در آن این فرضیه را قوت می‌بخشد که شاید در این مکان هم مراسمی آیینی برگزار می‌شده است. سال 1315 هنگام کاوش در خزانه تخت جمشید. در راهروی 31 درست در اینجا پیکری مرمرین پیدا شد با سر و دست‌های خرد شده. این پیکره پنلوپه است که در میان هدایای ارزشمند خزانه تخت جمشید نگهداری می شده. اکنون در موزه ایران باستان است، در گوشه‌ای از موزه که مربوط به آثار دوره هخامنشی است. پنلوپه به بانوی سوگوار مشهور است، همسر اولیس، یکی از شخصیت‌های منظومه اودیسه اثر هومر شاعر یونانی. پنلوپه در انتظار شوهر به جنگ رفته‌اش مانده بود. در غیاب اولیس امیران شهر به او پیشنهاد ازدواج می‌دهند. پنلوپه برای رهایی از خواستگاران شرطی برای ازدواج خود می‌گذارد. او شروع به بافتن بافته‌ای می‌کند و شرط می‌کند که هرگاه بافته‌اش تمام شد به عقد یکی از امیران شهر درآید. اما او روزها می‌بافد و شبها می‌شکافد و سالها اینچنین همگان را در انتظار گذاشت تا بالاخره همسرش از سفر بازگشت. امروزه مشخص شده این مجسمه یک هدیه دیپلماتیک از طرف یونانی ها بوده که سالها پس از جنگ های ایران و یونان به دربار ایران اهدا شده است. احتمال می دهند هیئتی سیاسی از آتن برای صلح به ایران آمده و برای شاهنشاه این مجسمه را به پیشکش آورده باشند. همانند این پیکره 2 نمونه رومی هم وجود دارد که از روی پیکره مشابهشان در یونان ساخته شدند و اکنون در روم و واتیکان نگهداری می شوند. پنلوپه نماد داستانی ضد جنگ است. داستان زنانی که در انتظار مردانشان هستند.